صحبت میکنند و مورد با یادآوری است که دسته رگارتاداز 6 مرتبه این عنوان را به دست آورده است، یعنی قهرمانی جام تاجیکستان شده است و استقلال باشد 7 مرتبه. تو سال گذشته نتیجه هر دو دسته برابر بودند، یعنی 6 قهرمانی داشتند، هر دو دسته هم 6 مرتبه قهرمان شدند. البته در مجموع در بازی‌های بین خودین دستو 7 مرتبه در فینال اشتراک کردند که من در مورد بازی در رفت گزارش به شما معلومات میدم. این هیئت دسته رگارتاداز است، یعنی در تصویر ما شما این هیئت قرار دارد و مثل قید نمود که بهترین فوتبالبازان این تیم در میدان هستند، یعنی استعب ندارند. من نوزیم باباجانوف و رسول پایز رو در نظر دارم. این هیئت دسته استقلال است. استقلال هرچند فرصت کمتر داشت برای آماده شدن به فینال، چون که اکثر فوتبالبازان این تیم در هیئت تیم منتخب بازی داشتند. در کناری که اونجا اسکندر جلیلوف است. پرتافت نوبتی به شریدین بابویف، ارسال شریدین به داخل جریمه، ضربه جانب دروازه و چی است؟ گل! کامران ترسونوف در دو فینال پیام به طور دروازه دسته رگارتاداز گل میزند و حساب بازی را کامران ترسونوف 1-0 میگرداند در دقیقه 12 رقابت. سال گذشته در فینال کامران ترسونوف در نیمه دوم رقابت به زدن گل دست یافته بود، اگر من اشتباه نکنم. ولی تو دقیقه 20 رقابت سال گذشته دقیقاً گل نبود در بازی این دستو. ببینید از کنار چگونه پرتاب گردید فتح‌الله بابویف از موقع خود کمی پیشتر برآمد. میتوان تا نوزه او را هم گناهکار کرد در این گل، چون که موقع خود را از دست داد و کامران ترسونوف باشد گل زیبایی را به هدف رساند و حساب بازی را میکند و به هجوم پیوست میکند شریف ولی شیرو دفاعگر. ارسال به داخل جریمه، ارسال خیلی هم خوب است، باید پرثمر استفاده کرده شود. دوباره صداشتکش را بلند میکند. پینالتی است. دوستان عزیز، قاعده بازی ویران شده است. نصرالله کبیروف کارت زرد نشان میدهد به شهرام سلیمانوف. شهرام سلیمانوف پای نمیبرد که چگونه این قاعده تیزی است. پینالتی امکانات بهترین اکنون برای فوتبالبازان دسته رگارتاداز. قاعده بازی در داخل جریمه ویران شد و نوزیم باباجانوف توپ را در دست خویش نگاه می‌دارد، توپ را در نقطه ضربه 11 متره می‌گذارد و ما شما خوب پی می‌بریم که در فوتبال اون نفری که توپ را در نقطه می‌گذارد معزول ضربه می‌زند. بار دیگر متوجه می‌شویم که چگونه پرتاب کرد آیت الله سفرов به داخل جریمه و چگونه قاعده بازی ویران شد مقابل فوتبالباز دسته نوزیم. ضربه و گل حساب بازی 1-1 در فینال جام تاجیکستان. صحبت را ادامه میدیم. بینندگان ارجمند، رگارتاداز حساب را برابر میگرداند. نوزیم باباجانوف بهترین فوتبالباز دسته رگارتاداز حساب را برابر میگرداند. ضربه چنان قوی بود که اونجا رستم یتیموف حتی اگر دخیا یا اوبلاک همراه با رستم یتیموف قرار میگرفتن این حالت را برطرف نمیکردند. ببینید ضربه چنان قوی و چنان دقیق به گوشه بالای دروازه روان شد و چنان سرعت بلند داشت، هرچند سمت حرکت توپ را از با حساب 4-1 توانست غلبه خود را به دست آورد. اما به دور نوبتی یعنی به فینال ما از دسته استقلال را خط گرفت. قاعده بازی در داخل جریمه ویران شده است و بازم نصرالله کبیروف یک مرتبه دیگر به همون نقطه‌ای که در نیمه اول اشاره کرد ماز به ما نقطه اشاره کرد. پینالتی با قطعیت با باوری توم او اشاره دارد که اینجا پینالتی است. بر مقابل شریدین بابویف قاعده بازی ویران شده است. الشیر شریپوف مازم این فوتبالباز قاعده بازی را ویران نمود به اندیشه نصرالله کبیروف. احسان پنجشنبه پینالتی خواهد زد دوستان عزیز و فتح‌الله بابویف میتواند دسته خود را از گل نجات بدهد. در نیمه دوم رقابت بازی زیباتر را ما از دسته رگارتاداز نشان داد، ولی انا همین یک حالت میتواند نقشه های فوتبالبازان شهر ترسوزاده را برباد بدهد. احسان ضربه و احسان نتوانست او را به دروازه وارد کند و این البته اکنون به نفع دسته رگارتاداز خواهد بود، چون که از جهت پسیکولوژی از جهت روانی گوییم
این پنالتی که نزد احسان پنجشنبه محض به نفع دسته رگارتا دست خواهد بود. عادتا هنگامی که یک دسته پنالتی نمیزنه دیفو بازی میکنه، یعنی کنور رست. هجوم خوفناک دسته رگارتا دست پرتوف به داخل جریمه گاه. ناظم باباجانوف، ناظم ضربه. آی 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 ناظم میتوانست حداقل دسته استقلال را در همین حالت به نکداون برساند. ولاتستان بازی خوب رو نشان داد. توانستند علل خصوص در 90 دقیقه اول رقابت 45 دقیقه بهترین بازی بود. بعد از آن در نیمه دوم هم هر دو تیم تلاش زیادی جلو تکاپو کردند تا به زدن گل دست یابند، میسر نشدند با این کار و در 3 دقیقه من بعد هم دستاورشان تلاش کردند ولی خسته‌حالی و بیمه‌داری به نظر رسید. نوسته به این یک حالت خوب گلزنی را فوتبالبازان دسته رگارتا دست به میآورد. زویا جوراباєв نتوانست، فتولا باباєв توانست. سیو عالی زغندی انجام داده. ضربه و نه. عبدالمومن ظفیرов هم نتوانست او را به دروازه وارد بنماید. دی نوبت اسکندر، ضربه اسکندر و گل به گوشه پایین دروازه. ضربه خود را روان کرد اسکندر جلیلوف. حساب را توانست که 1-0 بگرداند. خوب میگردد. ضربه او و بازم با همان کنجی که چند قبل گل زد اسکندر جلیلوف. 1-1. نفر سوم حضرت دسته استقلال با پای راست ضربه خواهد زد. ضربه او و بازم به همان کنج ولی به گوشه بالایی. حساب بازی را توانست 2-1 کند. شیرزاد محمدی و این فوتبالباز نتوانست پنالتی را به هدف برساند. نیمی مایگری دسته رگارتا دست رستم یتیموف ازوده برطرف کردن ضربه او برآمده توانست. ببینید همین است بلندی قلایی که من گفتم، من همین ضربه شیرزاد محمدیف است. از این قلای تر هم می شود یک کند. الکسی لارن ضربه او با باوری با قطعیت بدون یگان علیشیر شریپوف. ضربه علیشیر و توانست علیشیر گل به ثمر برساند. 3-2 جبران کند و استقلال را قهرمان جام تاجیکستان بگرداند. احسان پنجشنبه ضربه او و گل. نه، نصرالله کبیروف صداشتگش را بلند میگرداند و نصرالله کبیروف صداشتگش را به خاطر آن بلند گرداند که بازی به انجام رسید و در سلسله ضربه‌های پنالتی با حساب 4-2 دسته استقلال غالب میگردد. غالب جام تاجیکستان. بازی خیلی هم دشوار جریان گرفت برای استقلال چون که دسته رگارتا